سوال اصلی این بود که اسرائیل چرا اصلا جنگی رو که آغاز کرد و حتما محاسباتی واسه اون جنگ در نظر گرفته بود، چرا بعد از 12 روز منتهی به پیشنهاد آتش بس شد؟ خب به خاطر همین موفقیتی که من گفتم، یک، به اهدافش نرسید. از اون طرف هم ما اون تسلطی که بر هوا و زمین اونجا پیدا کرد، موشک‌هایی که ما اونجا زدیم. و شما اگر اونا یه وقتی میگفتن که ما 70% موشک‌ها رو قبلی که برسن میزنیم یا پهپادا رو مثلا میزنیم، ولی شما نگاه کنید بعد 12 روز جنگ در اینجا ما در وعده صادقه 1 و 2 یه پارتی 2 پارتی تو یه شب میزدیم. جنگ بی معنا نبود. پاسخ یه حرکت رو اونا یه حرکت دادن، ما پاسخ میدادیم. اینجا متوالیاً ای که گفتم ما قلق گیری کردیم، تجربه کردیم، میدان واقعی بود، ما هر روز خودمون رو بهینه میکردیم، حالا به قول دوستان خودمون رو آپگرید میکردیم و طراحی اینطوری انجام میدادیم. ما بیش از 90% موشکامون روزهای آخر همه به هدف خودش میرسید. اون نمونهش هم گفتم. و بعد ما منهای مراکز نظامی رو زدیم، پدافنداش از کار افتاد. حالا اونا واقعا مرکز مطالعات امنیت ملی خود رژیم صهیونیستی تعداد مجروحینشو 3520 اعلام کرده، خودشون اعلام کردن. بعد میان میگن کشته با 28 نفره. شما دیگه دروغ رو نگاه کنید. شما از هر جامعه آماری و نظامی سوال بکنید، به ازای تعداد مجروحین یک استانداردی از کشته ها هم داره. چند به چند؟ تقریبا اونجا مثلا 6 7 نسبت به اون تعداد افرادی که هستش. یعنی 3520 حداقل 500 تا کشته داره.